سلام بچه ها، مکسیموم شات هستم. اومدیم با یه چالش خیلی خفن دیگه که طبق معمول بعد قبل از ویدیو قول بدید که اگه تونست همین چالش رو انجام بدم ویدیو لایک کنید و چنل من رو سابسکرایب کنید. بچه ها چالش اصلی از این قراره که ما باید توی مپ لان ولف یک گان وان شات برداریم و همه تیرای اونو بندازیم و فقط با یک تیر بتونیم انمی رو بکشیم. و همونطور که می‌بینید برای سخت تر کردنش من اومدم از گان اسنایپ استفاده کردم و همه تیرای ایدبل ما انداختم و فقط یک تیر برای کشتن انمی باقی گذاشتم و باید با همین یک تیر انمی رو وان شات بدم. بچه‌ها اینم اولین چالش من هستش و همونطور که می‌بینید بازی هم 0-0 و ببینیم که چی میشه. داشتمونم که معلومش کمپ کجاست و تا ببینیم دنبالش. اما از پشت میاد بابا ایزی. بچه‌ها همونطور که چالش خیلی راحت انجام بدید. پس لایک و سابسکرایب فراموش نشه و تو کامنت ها بگید که چالش بعدی چی باشه.